ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 44. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. میر سید علی همدانی، تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. حسن و تراوت تعلیمات اخلاقی میر سید علی همدانی را توصیف و تأکید عنصرهای اخلاقی نیک و پسندیده بشری امثال فروتنی، خاکساری، وفاداری، تواضع، کمازاری تشکیل می دهد که نمونه دلپسند آن رباعی زیرین می باشد. ای بست بلند برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمکی دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را. حکمت عرفانی علی همدانی انسان را به فعالیتمندی، ایجادکاری هدایت می کند و این نه فلسفه تسلیم و افتاده روحی، بلکه حکمت بزرگی شأن و مرتبه انسان است. میر سید علی همدانی مردم را به کار، بهر دریافت رزق و روزی حلال و مهنت صافدلانه راهنمایی می نماید و انسانها را به راستگویی و پاکی و صداقت هدایت نموده از کبر و حسد، حریصی، مال و جاه پرستی پرهیز نمودن را تأکید می کرد. به این معنی در شاه اثرش ذخیرة الملوک فرموده است که هر کی تکبر و بخل و حسد را پیشه کند و زیر دستان را به ناحق بیازارد، آن کس اثری رحمت نبیند. امیر کبیر باور داشت که صفتهای زشت اخلاقی سرچشمه عداوت و دشمنی و بدبختی و کسادی می باشند. این اندیشه های متفکر بی شبهه بیانگری جهتهای گوناگونی تعلیمات بشردوستانه او می باشند. می توان گفت که میر سید علی همدانی با فعالیت دامنه‌دار و سیرساخته و پرفیضش برای خلقهای و کشورهای گوناگون مشرق زمین خدمتی با سزایی کرده است و به این وسیله همچون سفیر و وکیل علم و فرهنگ، هنر و ادب و عرفان
دنیای معنوی مردمی خاورزمین را با هم نزدیک گرداند، در تقویت رابطه های دوستی آنها سهمی شایسته داشت. نام و آثاری گرانبهای این ستاره تابناک علم و معرفت در آسمان تمدن بشریت جاودانه نور پاشی خواهد کرد. میخواهم یک نکته مهم را تأکید نمایم. پاس داشتن خاطره بزرگان مثل میر سید علی همدانی و دیگر شخصیت‌های ناتکراری علم و ادبمان نباید فقط به خاطر افتخار و باریدن باشد. ما فقط در همان صورت احترام بزرگانمان را کاملا به جا می آوریم که آثار آنها را آموزیم، فرزندانمان را در روحیه تعلیمات آنها تربیت کنیم، فرموده آنها را دستور عمل قرار دهیم تا که در آینده هم از بین خلق ما رودکی ها، فردوسی ها، بوعلی ها، خیام ها، میر سید ها به وای رسند و ما در رشد تمدن بشر سهم گذار باشیم. در مجلس عارفان اشتراک نمودن و از نور معرفت آنها فیضیاب شدن هدیه بزرگ است. این گزارش کوتاه را با بیت دلانگیز حضرت امیر جان جمع بست می نمایم. زیب جمال معنی چون نور معرفت شد، سر و صفای عارف زیبا بود همیشه. دویم، هست دایم سلطنت در معرفت. میر سید علی همدانی با آثار گرانبهای خود که اساس آنها را درک درستی مسئله های فلسفی و حکمت و اخلاق و ادب تشکیل می دهند، در تمدن شرق مقامی برجسته دارد و پیش از همه مقام و منزلت انسان را همه جانبه تحقیق کرده، نقش او را در تشکل و گسترش عملهای صالح و سازنده بسا پرارزش دانسته است. میر سید علی همدانی با کوشش زیادی پدر بزرگوارش که یکی از شخصانی با نفوذ و صاحب معرفت زمان به حساب می رفت، از آوان خردی و آموختن قرآن، علمهای صرف و نحو، شریعت، کلام، حکمت، حساب، ریاضی و قرائت مشغول شده، از بزرگترین علما و دانشمندان دور سبق گرفت و صاحب دانش و فضیلت و جهانبینی وسیع گردید. همین دانش وسیع به او امکان داد که در دوام عمری با برکت خود از روی بعضی سرچشمه ها 70 و طبق اخبار دیگر 146 رساله خرد و بزرگی فلسفی و ادبی تعریف نماید که به مسئله های مهم فلسفی، تصوف، جریان های آن و دیگر مسئله های ارزشمند اخلاقی و معنوی بخشیده شدند. دانش و معرفت پروسعت امیر همدانی نامش را در یک دوره کوتاه شهرتیار نمود و عقیده های وی در تمام قلمرو ایران، یک قسم هندوستان، پاکستان و عربستان پهن گردیده، در این کشورها مکتب‌های بزرگی پیروانی او تأسیس یافتند.
شاگردان و طرفداران این عارفی پاک ضمیر بینیشی نظری و عقیده های عرفانی او را تکمیل داده مقام و نامی او را باز هم مشهورتر گردانیدند. شهرت و مقامی بزرگی همدانی خراسان و ماوراء النهر را نیز فرا گرفته بعد مسافرتش به مشهد و هرات، بلخ و ختلان و بدخشان در این جایها دلباختگان و مریدان و همصفانی زیاد پیدا می نماید. امیری همدانی بعد سفر به دیاری مردمی مهمان نواز و فرهنگ پروری ختلان و خوری و صحبتها با طبقه های مختلف و شناساییش با ساکنان شهری باستانی کولاب در این مکان محبوبیتی باز هم بیشتر پیدا کرده این جای را همچون مرکزی تبلیغی عقیده های عرفانی خود انتخاب می نماید و چند مدت در این مکان به کارهای تعلیمی و معرفتی مشغول می گردد. سپس باز به مسافرت برآمده در شهر و ولایات مختلف با عارفان و دانشمندان زیادی واخورده با آنها بحث ها می آراید و عاقبت در مضافات کنری افغانستان وفات می کند. شاگردان و مریدان صادقی وی طبق وصیتش جسدی او را به کولاب می آورند و در این شهر به خاک می سپارند. از سال 1386 یعنی از آخر عصر 14 تا به امروز شهر کولاب و مردم تاجیک منزل آخرتی این بزرگ مردی مشرق زمین را گرامی داشته به شخصیت و آثارش احترام و اعتقادی خاصه می گذارند. میر سید علی همدانی با فضیلت‌های نیک انسانی و دانشی وسیع خود در سرزمین تاجیکان طرفداران و شاگردان زیادی پیدا نموده در تربیه آنها نقشی سزاوار گذاشت و به این وسیله نام خود را در خاطره تاریخی خلق تاجیک جاویدان گردانید. پیش از استقلالیت دولتی با شخصیت و آثار علی همدانی تنها یک گروه خرد عالمان و دانشمندان شناسایی داشتند، اما بعد صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان و با تشبث حکومت کشور دایر گردیدن جشن 680 سالگی و 700 سالگی این شخصیت بزرگ، نام میر سید علی همدانی ورد زبان خرد و بزرگ شده مقام و مرتبهش شهرتی ارزنده و سزاوار پیدا کرد. امروزها آثار او به زبانهای مختلف دنیا چاپ شده، عقیده های انسان دوستانش پسند دوستدارانی حکمت و ادب و عرفان و تصوف گردیدند. امیری همدانی در شناخت نظریه معرفت و طریقت اصلاحات کلی وارد نموده در این جاده درجه حکیمی بی نظیر را صاحب شد. او در زمینه این بینش فلسفی به ماهیت و حقیقت عمر انسانی بهای سزاوار داده راه‌های رسیدن به سعادت دنیوی را روشن نموده است. مخصوصاً در رساله های کشف الحقایق، قدوسیه، شرح فصوص الحکم، رساله عقلیه، رساله وجودیه، رساله معرفت نفس انسانی و آثار دیگرش عقیده های فلسفی خود را گنجانیده
صفتهای پاک و حمیده انسان را همچون محوری کائنات توضیح داده است. به قول علی همدانی، انسان یگانه مخلوق است که از فضیلت نطق، عقل و علم برخوردار می باشد. درست تشکل دادن این فضیلت ها به پنداشتی او شخص را به مرتبه خردمندی و بزرگی رسانیده نیرو و قابلیت روحی و روانی انسان را تشکل می دهد. معرفت برای همدانی واسطه‌ای به دست آوردن علم و دانش، ملکه و مهارت، ذوق و استعداد و شجاعت و قناعت، اینچنین پایه صبر و احسان و زهد و توبه در راه طریقت می باشد. او به سیر وادی معرفت به مقام طریقت رسیدن را ناممکن دانسته، غایت کمالات انسان را در این منزل می بیند و از این راه عقیده های تصوفی خود را توضیح داده غایه فلسفی وحدت وجود را مکمل می گرداند. امیر همدانی اندیشه های عرفانی خود را با تأکید و اشاره های بزرگان این راه طریقت در رساله منهاج العارفین جمع آورده است. در این رساله اندرزهای حکیمانه در باب مغرور نشودن، کس را عیب نکردن، غیبت را دوست نداشتن، طمع را از دل دور کردن، راستی ورزیدن، آزاری کس نخواستن، قناعت و فروتنی پیشه کردن، به همان نرمی نمودن، خودپسند نبودن و مانند اینها را در شکل پندنامه تعریف نموده خصلت‌های نیک و حمیده را که در میان خلق و ادب و فرهنگ دیرینه ما ارج زیاد دارند ترغیب می نماید. در برابر این امیر کبیر آید به ماهیت فتوت و جوانمردی و نقش این خصلت‌های نیک در تشکل شخصیت انسان اظهاری نظر کرده در رساله فتوت به مقام و منزلت این آیین بهترین انسانی بهای بلند می دهد و اهل جامعه را به جوانمردی، دوستی و برادری و سخاوت و همت بلندی دعوت می سازد. متفکر 3 مرتبه فتوت را شرح داده برادری آدمان را مرتبه اساسی دانسته است و کرم و سخاوت، عفت و امانت و شفقت و مهربانی را از جمله بهترین خصلت‌های جوانمردی معنی داد کرده است. به عقیده وی پیروان اهل فتوت باید با پیران با حرمت، با جوانان با نصیحت، با طفلان با شفقت، با ضعیفان با همت، با درویشان با بذل و سخاوت، با خلق با احسان و مروت، با نفس به جنگ، با خلق به صلح، در مقابل عدو حلیم، بر علم نجات حریص و با اندک دنیا قانع باشند. این اندرزهای حکیمانه میرسید علی همدانی تا امروز اهمیت خود را گم نکردند و به مردم همچون سبق زندگی خدمت می کنند. متفکری بزرگ اینچنین جریان رندی را همچون یک شاخه طریقت صوفیه شرح داده علمای ظاهر پرست، فقیهان جاهل و متعصبان گمراه را نکوهش می کرد و رسیدن به حقیقت را بهترین راه در شناخت ذات حق می دانست. در تاریخ تمدن بشری امیر همدانی به مثل سعدی شیرازی
و عبدالرحمن جامی همچون معلم اخلاق محبوب و معروف می باشد. در اکثری آفریده های او مسئله های معنوی و اجتماعی جایی مهم داشته بهترین خصلت های آدمی و رسیدن به مقام و مرتبه انسان کامل شرح و توضیح یافتند. باعث تأکید است که دانشمند علم را اساس پیشرفت ذهنیت انسان دانسته آن را پایه تشکل صفتهای دیگری خلق انسانی می داند. امیر همدانی دایر به قدر و منزلت والدین نیز پند و تأکیدهای زیاد حکیمانه دارد که در میان خلق تاجیک ماهیت خود را تا به حال گم نکردند، زیرا مردم ما به قدر پدر و مادر رسیدن را بهترین شرف انسانی می دانند، جایگاه آنها را مقدس و مقامشان را عزیز می دارند و به والدین خدمت کردن را قرض فرزندی و آیین جوانمردی می شمارند. امیر کبیر مقام عائله را نیز مقدس می شمارد و در میان زن و مرد شرطهای واقعی گذاشته رعایت و اجرای آنها را وظیفه هر دو طرف می داند. دانشمند برای مرد و زن معاشرتی خوب، سیاستی درست، غیرتی دوچند، تأمین درست نفقه و تعلیم صالح را شرط ضروری دانسته بی تفاوت نبودن به قسمت همدیگر را مخصوص تأکید می سازد. میرسید علی همدانی تربیه معنوی انسان را همچون رکنی با اعتماد تشکلی شخصیت مهم شماریده. در بیشتری رساله هایش مسئله های اخلاقی را توضیح می دهد. وی تربیه را رکن کمالات انسان شماریده، آن را اساس پایداری و استواری خانواده معنی داد می نماید. چون طفل را از اول بدین ترتیب تربیت کنند، وقتی به حد بلاغت رسد برکت آن به ظاهر و باطن او ظهور کند. اگر همچنین کردی نجات یافتی و هم خلق را نجات دادی. در برابر این حق و حقوق فرزند را معین نموده او را امانت حق می شمارد و تربیه و تعلیمش را وظیفه مقدس پدر و مادر می داند و در این موضوع روایت های زیاد آورده، از جمله تأکید می نماید که از همه بیشتر مادر و پدر و استاد و آموزگار در ثواب فرزندان شریک می باشند. میرسید علی همدانی تربیه را جوهری معنویت انسان شماریده، آدمان را بر رعیت پروری و قدرشناسی، سخاوتمندی و خیرخواهی و دهها عملی صالح دیگر دعوت می نماید و در ضمیر خواننده‌اش حسن صداقت به بزرگان، پیران و والدین، خویش و تباران را بیشتر می گرداند. و در اثرهای خود اینچنین دایر به عدل و احسان، اصول دولتداری، فضیلت‌های راهبری و مناسبت با رعیت مفصل اندیشه رانده، دایر به این مسئله ها همچون یک جامعه شناس و فیلسوف و سیاست شناسی عادل و عاقل اظهار نظر می نماید. علی همدانی بعد اذیت و مشکلات زیادی که در زندگیش روبرو شد، به خلاصه آمد که برای جامعه و انسانیت صلح و آرامش نقش ارزنده دارد. از این رو وی فرهنگ صلح را تبلیغ کرده،
خواستار وحدت و ثبات و همرایی و متحدی می باشد. با این مقصد او در اثرهایش حکمت مدارا را تشویق کرده، تحملگرایی را واسطه مهمی حل هر گونه نزاع می داند. برای میرسید علی همدانی تفریقه مذهبی، نژادی و ملی و فرهنگی بیگانه می باشد و در تفکر اجتماعی او برابری رویه و جریانهای مذهبی در اعتقاد و احترام حق مهم ارزیابی می گردد. در نزد او نمایندگان دین و مذهب، قوم و ملت، هندو و مسلمان، شیعه و سنی برابر بوده. کسانی را که میان آنها فرق می گذاشت سخت مذمت می کند و اختلاف ما و من را دور شدن از جمال حق می داند. این تأکید میرسید علی همدانی امروز هم ماهیت خود را گم نکرده است، زیرا ما و من، کفر و ایمان و بدعت و سنت گفتنهای برخی از مسلمانان در بعضی کشورهای عالم مثل سوریه، عراق، یمن، لبنان، مصر و افغانستان عاقبت‌های ننگینی را پیش آورده است که امروز تمام دنیا از آن نگرانی می نماید. از این رو ما باید تأکیدهای حکیمانه امیر همدانی را سبق زندگی و کار و فعالیت خود قرار دهیم و هرگز نگذاریم که در سیاره اختلاف و نزاعهای نو سر زده باعث خللدار گردیدن صلح و ثبات شوند. میر سید علی همدانی، تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات، در شرایطی که رویه‌های تندگرا و نزاع‌های دینی و مذهبی در بعضی مناطق دنیا تا رفت وسعت می‌یابند، عقیده‌های متفکران گذشته امثال امیر همدانی ارزش بیشتر پیدا می‌کنند. از این رو ضیاییان و عالمان و دانشمندان، علمای دینی و اهل جامعه را ضرور است که در اساس اندیشه های حکیمانه این قبیل دانشوران به مقابل همه گونه ظهورات خرافات پرستی، اکستریمیزم و تروریسم و دیگر پدیده های ننگین صدا بلند کنند و برای در ذهن مردم خصوصا نورسان و جوانان تشکل دادن و ریشه‌دار ساختن غایه های انسان دوستی، تحملگرایی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی منتظم کار کنند. رسالت و وظیفه مقدس اهل ضیا در چنین مرحله های مهم و حساس محض از آن عبارت است که اهل جامعه را براه راست و درست به شناخت حق از باطل و به سوی آبادی و پیشرفت هدایت نمایند و در این راه در نوبت اول خودشان پیشرو و نمونه باشند. برای همین آنها را اهل ضیا، یعنی اهل روشنایی و روشن کننده راه دیگران می گویند. شما گفتار 44 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.